ضد آفتاب چی بخرم خوبه؟ اصلا یه ضد آفتاب خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ سلام، من کیمیام، دکتر داروساز هستم و اینجام تا جواب سوالای شما رو بدم. ضد آفتاب مهمترین و اصلی ترین بخش یک روتین پوستیه. اینجوری بگم که اگه تو روتین پوستیتون ضد آفتاب ندارید، بقیه محصولاتتون هم بذارید کنار، چون شما اگه بهترین و گرونترین محصولات هم داشته باشید، ضد آفتاب نزدن باعث میشه یا از روتین پوستیتون نتیجه نگیرید یا باعث ایجاد حساسیت پوستتون میشه و شرایط پوستیتون بدتر میشه. با هم بررسی کنیم چرا ضد آفتاب اینقدر مهمه و چطور میتونیم یه ضد آفتاب خوب رو انتخاب کنیم. اشعه یووی مضری که از نور خورشید به پوست ما میرسه تو دو دسته تقسیم میشه. منظورمون از اشعه یووی اشعه فرابنفشه که میشه اشعه یووی A و اشعه یووی B. اشعه یووی A قدرت نفوذ بالاتری داره. عامل ایجاد پیری پوست، چین و چروک، لک‌های پوستی و حتی سرطان‌های پوسته. میتونم بگم توی ایجاد آکنه و جوش هم موثره. اشعه یووی B قدرت نفوذ کمتری داره و تاثیراتش هم سطحی تره. اشعه یووی B عامل آفتاب سوختگیه. دیدید خیلی تابستونا میرن آفتاب میگیرن تا برنزه بشن. اون عاملی که باعث برنزه شدن پوست میشه اشعه یووی B. حالا که آسیب‌های اشعه یووی A و B رو فهمیدیم، چطور تشخیص بدیم ضد آفتابی که داریم تهیه می‌کنیم در برابر این آسیب‌ها از پوست ما محافظت میکنه یا خیر؟ دیدید رو ضد آفتابا یه عددی نوشته شده به عنوان SPF. اما این SPF چیه؟ SPF در واقع مخفف Sun Protection Factor، یا اگه بخوام درست‌تر بگم Sun Burn Protection Factor، یعنی فاکتور محافظتی پوست در برابر آفتاب سوختگی. چی عامل آفتاب سوختگی بود؟ UVB. پس عدد SPF داره قدرت محافظتی ضد آفتاب ما در برابر UVB رو بهمون نشون میده. شاید شنیده باشید خیلی به اشتباه میگن ضد آفتاب من 30% یا 50%. اینا منظورشون اینه که ضد آفتاب من SPF 30 یا 50 داره. بهترین و مناسبترین SPF برای استفاده روزمره انتخاب ضد آفتابیه که SPF بین 30 تا 60 داشته باشه. اگه پوستتون حساس، بیماری پوستی خاصی دارید، بهتر از ضد آفتابای با SPF 50 تا 60 استفاده کنید. اما اگه مشکل پوستی خاصی ندارید، یه ضد آفتاب با SPF 30 هم محافظت کامل رو از پوست شما انجام میده. بذارین دقیقش رو بهتون بگم. یه ضد آفتاب با SPF 30 97% در برابر اشعه UVB از پوست شما محافظت میکنه و یه ضد آفتاب با SPF 50 98% محافظت رو انجام میده. میبینید بین 30 تا 50 فقط 1% تفاوته. واسه همین خیلی مهم نیستش که 30 رو استفاده میکنید یا 50. ولی SPF های کمتر از 30 یا بیشتر از 60 رو من توصیه نمیکنم. کمتر از 30 ممکنه محافظت کامل رو براتون نداشته باشن و ضد آفتاب بیشتر از 60 دیگه واقعا غیر ضروری ان. اینجور ضد آفتاب بیشتر برای افرادی که یا بیماری و مشکل پوستی خاصی دارن و پزشک براشون توصیه میکنه، یا افرادی که تو ارتفاعات هستن مثل کوهنوردا و اشعه یووی بیشتری دریافت میکنن، میخوان محافظت بیشتری داشته باشن. گفتیم SPF قدرت محافظتی ضد آفتاب ما در برابر UVB رو نشون میده، اما عامل ایجاد سرطان‌های پوستی، لک، چین و چروک و پیری پوست UVA بود. چطور تشخیص بدیم ضد آفتاب ما در برابر UVA از پوستمون داره محافظت میکنه؟ از اونجایی که محافظت در برابر UVA یه مزیت بزرگ در نظر گرفته میشه، شرکت‌ها همیشه این موضوع رو خیلی بولد و مشخص روی جلد ضد آفتاب قید میکنن. قسمت جلویش هم می‌نویسن UVB and UVA protection، یعنی محافظت در برابر UVA و UVB داره ضد آفتاب ما، یا می‌نویسن broad spectrum protection، یعنی ضد آفتاب وسیع الطیف، ضد آفتابی که در برابر طیف‌های مختلف نور خورشید از پوست داره محافظت میکنه. به فارسی میگم خیلی وقتایی می‌نویسن ضد آفتاب وسیع الطیف، خارجی باشه می‌نویسن broad spectrum. این نوشته فقط نشون میده که ضد آفتاب ما یک محافظتی در برابر UVA داره، اما این محافظتش کافیه؟ چطور اینو تشخیص بدیم؟ کشورهای مختلف قوانین متفاوتی دارن، به شکل‌های متفاوتی قدرت محافظتی رو نشون میدن، ولی عموما یا به صورت ستاره نشونش میدن یا به صورت PA. اگه PA باشه معمولا این شکلیه که می‌نویسه PA و یه تعداد به علاوه مثبت روبروی PA میذارن.
ضد آفتاب شما برای اینکه قدرت محافظتی کافی را داشته باشه باید حداقل 3 تا به علاوه مقابل PA داشته باشه. یعنی شما باید از ضد آفتابی استفاده کنید که PA 3 بار مثبت یا بیشتر باشه. بعضی از کشورها قدرت محافظتی ضد آفتابشون در برابر UVA رو به صورت ستاره نشون میدن. به این شکل نشون داده باشن شما بعد از ضد آفتاب‌های استفاده کنید که حداقل 4 تا ستاره داشته باشن. کمتر از 4 تا ستاره محافظتش برای ما کافی نیستش. اگه یه ضد آفتاب دیدید که نوشته بود UVA and UVB protection اما این قدرت محافظتی رو مشخص نکرده بود، یعنی ننوشته بود PA یا ستاره ها رو نذاشته بود، من توصیه میکنم که از همچین ضد آفتابی استفاده نکنید. دونستن این 2 تا نکته برای رعایت کردنش میتونید از ضد آفتابی استفاده کنید که قدرت محافظتی کافی داره. از اونجایی که ضد آفتاب محصولی که شما باید هر روز ازش استفاده کنید و تمدیدش کنید خیلی مهمه. ضد آفتابی که استفاده میکنید براتون خوشایند باشه. یه ضد آفتاب ممکنه از نظر محافظتی هم SPF خوبی داشته باشه، هم UVA پروتکشن خوبی داشته باشه، اما اگه بافتش رو دوست نداشته باشید، دلتون نخواد بزنید، کم بزنید، تمدیدش نکنید، چه فایده داره؟ یه سری نکات دیگه هستش که باید تو انتخاب ضد آفتاب بهش توجه کنید تا ضد آفتابی که می‌خرید هم مناسب پوستتون باشه، باعث ایجاد جوش نشه و هم استفاده کردنش برای شما خوشایند باشه. اگه دوست دارید تو ویدیو بعدی این نکات رو بهتون بگم، یه قلب سبز برام کامنت کنید.